این روزا پشت چراغ قرمزا، توی ترافیک، داخل بازارچه‌ها، سر چهارراه، یه موسیقی و نوای آشناست که به گوشمون میخوره، که نوید رسیدن نوروز و بهار رو میده. اونم اینه، حاجی فیروزه، سالی یه روزه. حاجی فیروزم بله، سالی یه روزم بله. درود بر شما. یه آدمی با روی سیاه، لباس سرخ، کلاهی به سر، که با تنبک و دایره زنگی و آواز خوندنش تلاش میکنه و به مردم شادی هدیه میده. اما همین چهره سیاه حاجی فیروز باعث شده در چند سال اخیر تا بعضی‌ها اونو نماد دوره بردهداری در ایران بدونن و اونو نماد نژاد ستیزی و بردهداری معرفی کنن. حتی شهرداری تهران هم در ایام نوروز 1400 تصمیم گرفت تا از نماد حاجی فیروز در رنگ سیاه استفاده نکنه و طی بخشنامه‌ای اعلام میکنه که دیگه حاجی فیروز نباید در نمایش‌ها به صورت سیاه باشه، چون این سیاه بودن حاجی فیروز رو یادآور روزهای بردهداری در ایران دوران قاجار میدونستن. منتقدان با رجوع به قسمتی از شعر حاجی فیروز که میگه ارباب خودم سلام علیکم، میگن این شخصیتی که ارباب داره و ارباب خودش رو صدا میکنه یه نوکره و چون سیاه هم هست پس نماد برده‌هایی هست که دوران قاجار از سومالی و سودان و حبشه وارد ایران شدن. اما بابک احمدی، نویسنده و پژوهشگر، در یک مقاله‌ای به صورت خلاصه‌وار میگه که اکثر نوشته‌ها و سخنرانی‌های علیه حاجی فیروز از این الگو پیروی میکنن که بیشتر کسانی که علیه حاجی فیروز مطلب می‌نویسن و سعی در حذف اون دارن، نظر پژوهشگران و تاریخ‌دانان و اسطوره‌شناسان رو قبول ندارن و به گفته‌های افراد غیر متخصص استناد میکنن. بابک احمدی میگه اونا که به رنگ سیاه صورت حاجی فیروز گیر میدن، چرا در مورد نشونه‌های دیگه حاجی فیروز حرفی نمیزنن؟ مثلا چرا نمیگن دایره زنگی از کجا اومده؟ و یا چرا دور کمر حاجی فیروز طلاییه؟ و یا چرا کلاه سرخی به سرش داره؟ از دیگر پژوهشگران میشه نام دکتر حمید وباشی و دکتر بیتا بقولی زاده رو آورد که مقالاتی راجع به این موضوع منتشر کردن. اگه دوست داشتید میتونید اونا رو مطالعه کنید. همچنین مرحوم دکتر مهرداد بهار، نویسنده و اسطوره‌شناس ایرانی که فرزند پنجم ملک الشعرای بهارم بوده، تحقیقات گسترده‌ای روی این موضوع داشته و خواستگاه حاجی فیروز و اسطوره‌ها میدونه. مهرداد بهار حاجی فیروز و سیاوش برخاسته از مرگ و بازگشته به دنیای زنده ها توصیف میکنه. همچنین دکتر آرزو رسولی حاجی فیروز رو مربوط به اسطوره‌ها میدونه و این شخصیت رو با اسطوره ایزد یا خدای شهید شونده و زنده شدن دوباره اون مرتبط میدونه. همچنین طبق آثاری ابوریحان بیرونی در کتاب آثارالباقیه به فرشته‌ای به اسم فیروز اشاره میکنه که با دنیای مردگان در تماسه و احتمالاً این فیروز همون اسمی است که به حاجی اضافه شده و نماد خدا یا فرشته مورد ستایش بوده. اگه تا اینجا با من همراه بودی، خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب کردن بهم انرژی بدید. اما جالب اینجاست که بعضی از پژوهشگران دیگه تاریخ حضور حاجی فیروز رو در نمایش‌های شادی‌آور به دوران ساسانیان در قبل از ظهور اسلام میرسونن و شواهدی هم از حضور شخصی به نام پیروز توی دوره ساسانیان بیان میکنن. عده دیگه‌ای هم با بررسی نمایش‌های سیاه‌بازی نشونه‌های حضور این شخصیت رو در دوران صفوی و زندیان بررسی میکنن. همچنین عده‌ای اون رو شخصیت آتش افروزی میدونن که در گذشته در نوروز به خیابون‌ها میومده و نمایش اجرا میکرده و نوید رسیدن بهار رو میداده. اما یه نکته جالب دیگه هم هست، اونم اینه که در هلند یه شخصیتی هست به نام پیتر سیاه کنار بابا نوئل قرار میگیره و با حرکات و رفتارش مردم رو شاد میکنه و بین بچه‌ها هم آب نبات پخش میکنه. جالبتر این که به این شخصیت هم در هلند گیر دارن که چون صورتش رو سیاه میکنه یه حرکت نژاد ستیزیه و این شخصیت هم باید حذف بشه.
همچنین دکتر آیلین پورمسلمی حاجی فیروز و پیتر سیاهو بازمانده آیین میترائیسم میدونه و ریشه مشترکی رو برای این دو تعریف میکنه. صادقانه بگم من که اصلا فکرشو نمی‌کردم این همه تعاریف مختلف در مورد حاجی فیروز وجود داشته باشه و سعی کردم همه تعاریف رو بگم و شما هم دیدتون بازتر بشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگه همینطوره حتما ویدیو رو لایک کن و چنل رو هم دنبال کن.